حرف دیشب مال دیشبه. دیشب داشتی، دیشب بردم. حالا صبحه. خدا حالا تو موندی و صورت حساب دیشب. از گریه کردن که کار درست نمیشه. دیشب صدای خندت تا تهرون میرفت. همیشه همینطور. صبح که میشه بخوای نخوای کوله بار شب رو دوشته. من 700 تومن داشتم که اون از زن کمتر از تو بخچم کش رفته. دیگه چیزی ندارم. تا تهرونم باز بری. آره تا تهرونم باز برم. فکر میکنم بتونی با ما حساب بی حساب کنی. شاید اگه با ما خوب تا کنی و هر سمونو کیفور کنی ما هم بتونیم جور کنیم واسه تا تهرونم بریم. ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم، هر جا که پا میذارم تو رو اونجا میبینم. یادم چشمای تو پر درد و غصه بود، قصه غربت تو قد 100 تا قصه بود. یاد تو هر جا که هستم با منه، داره عمر من آتیش میزنه. برام خورشید بودی توی این دنیای سر، گونه های خیسم و دستای تو پاک میکرد. حالا اون دستا کجاست، اون 2 تا دستای خوب چرا بی صدا شده لب قصه های خوب؟ من که باور ندارم اون همه خاطر ما عاشق آسمونا پشت یک پنجره ما. آسمون سنگی شده خدا انگار خوابیده، انگار از اون بالاها گریه هامو ندیده. یاد تو هر جا که هستم با منه، داره عمر من آتیش میزنه. یاد تو هر جا که هستم با منه. مردا با زنایی مثل ما فقط یه کار بلدن بکنن. هر کی گفته اشرف بلنده رو رضا درشکیچی برده و صاحب خونه زندگیش کرده قصه است. از خود اشرف بپرس. رضا برده بوده باهاش کار میکرده. مردا فقط تو فلانت زناشون واسه ما میمونه و جای گاز بشکون خودشون. تو دنیا زنای مثل ما زیادن. فقط مواظب دوزاریات باش، عاقبت به خیر میشی، وگرنه زود میمیری. یعنی وقتی مشتری نداشته باشی باز میمیری. آخه تو این کار آدم زود پول داره، زود خاطرخواه میشه، زود سر زبونا میفته، زودم جوون مرگ میشه. عجب مالی است کرمونی پا خورده.
توف بین شام. هر وقت یکی از اینا برخوردیم یا تو قطار بودیم یا تو تاسکی یا وقتی که ننه آقامون هم پامون بود. واسه چی انقدر تون میری آمون؟ یه جونی گردار صفا کنیم. قالیه به این خوبی حیف نیست تن نشه، حیف نیست چوب نخوره تا تکونده نشه. یه جونی گردار صفا کنی. پولاتو جمع کن، یه ماشین بخر، اون وقت هر وقت خواستی صفا کنی بزن رو ترمز. اینقدر مادم بیزو. سلامات بفرستیم با میخواد بارون بگیره تا جاده خیس نشده باز برسیم تهرون. جا نداری؟ من جا دارم ها. فقط باید صبر کنی هوا تاریک بشه که ننم چشاش نبینه. آخه کورمال میکنه. تو چته زن؟ چرا اینقدر تو فکری؟ به چی فکر میکنی؟ تو الان 6 ساعت است تو فکری لاجردا. تعجبیه. ببین چی میگم دختر خاله. این 20 تومانی که پیش ما داری نمیخوای بستونی؟ عجیبه. ما از اون پیل پاتالا بیتریم که اول دندون آریاشون در میارن. تو گوهر شناس نیستی زن. تو رو چه به درد من؟ باز که رد کردی این جفتم بزنم شلوارت هم باز دردی. کارتو بکن. سلام محمد آقا. جفتمونم زیر گرفت. قالش گذاشتم و زدم به چاک. پولاشم آوردم. عشقشم رسیدی. شما که نگفته بودین نه. اینم پولاش. من چقدر تو بدم میاد. حال ما معلومه. قرتی مسلک ها رو دوست نداری. تو یه کاری واسه ما کردی اما ما بازم از تو بعدمون میاد. اگه کسی واسه ما خبر بیاره که جایی با ما آشنایی دادی یا هر جورش که بخوای اسمتو با ما لعیم کنیم سر کارت با دشنست. بسم چاک.
لباسش نگاه کنی. آره مندیلشه. شوهر کرده شوهر کرده شوهر کرده شوهر کرده شوهر کرده همه رو بی بدر کرده مخش رو در بدر کرده نانانی نان نان دارو دیدی دارو دیدی دارو دیدی نان بیچاره 700 تومن تو برداشت زد به چاک. 700ش تو واش بهش بدیم اینا بشته ها. من چه واستله داری؟ شوهر کرده بابا شوهر کرده. بابا مینا گردن میخوره. دکت پاشی میذاری جای پای اشرف بلنده. خلاصه لقمه‌ای بود که تو واسش گرفتاری. من آقا دشنه اما واسه چراغونی میکنه. 2 تا اتاق واسه گرفته. تو در توه. ببینم بالا خونه است یا حیاته. ماما این چندانی بود قالش کجاش؟ ببینم شیرباها چقدر منو کشته شیرباهاش. شیرباهاشو ای به گور پدر همتون، خونتون بیمه رو سر همتون خراب میشه. بدبختای کپک زده مرده واس خاطر من هردوت میکشن اینجا. نگاه چه سوتا کور شدین. 2 تا جیگول جیب خالی و موسموسه هم خاک بر سرتون. سرمو کلا گذاشتن به جهنم که چی؟ من همینم. من دشنم میخواد داد بزنه نمیخواد پس ببره. من همینم ایوه الناس، من همینم. تو برو تو. سلام مرد آقا، بفرمایید چایی سرد نشه. طرف تو اتاقه. در به داغونا کتک خورده ها رونده از خونه ها مونده تو کوچه ها بی کس کارا. چه قصه باز واسه شما ها گفت؟ به خر گفته بودی تا حالا سر چراغ قرمز خودش ترمز میکرد. به ما گفتن یکی از شما ها در رفته بوده با یه شوفه. واسه دفعه آخر میگم 2 تا گوش دارین 2 تا هم قرض کنین. کس بی خبر از محله بیرون نمیره. خواست بره ما باعث بدونیم یا اینکه حسین رضا هم پاشون باشن. تنها برن سر کارشون با دشنه است. این دفعه هر کی بوده شانس آورده. اسم ما نگفتم. اینو بکنین تو گوشاتون. مردی که تو اینجور خونه ها میاد فقط واسه یه چیز میاد. ما پخته کردیم. اما شیرفهم نشو. گوشاتون رو وا کنین. کس تنها هموم، سلمونی، سینما یا خرید نمیره. خواست بره رضا یا حسین باهاش میرن. دلتون دل کارت بخوره. ما نگفتیم جلوشو تیغه بگیریم. رفیق شخصی داریم با که ما نیست. اما بیرون کسی رفیقشو ببینه سر کارش با دشنه است. بونه زیاده. آدم، سقه، شکلات کشی، عکس آرتیسا. اما واسه هر بونه خواستین گورتون رو گم کنین و تنهای لشتون رو از محله بیرون ببرین رضا یا حسین باز بدونم. ما هم یتیمای همین محلی. ما هم کسایی مثل شما ها پس انداختن رو خشت خاک این محل.
هر زنی تو محلت جای مادر ماست. هر مردی هم از در بیاد تو ما حساب میکنی پدرمونه. خلاصه تقاس پسته بدبختیمون شماهاییم. بی بچه یتیمای محل جای نمیریم. برین سر کارتون با دشنه است. مامان اشرفی باش میکارت دارم. بگی این پولای بنفشه است. 300 سهم تو، 300 هم سهم من، 100 هم مال یارو که برددش شما. حواست جمع اون باشه. پس فردا نگی به ما نگفتی ها. تکون بخوری بردنش. تو واسه خودت سنگ به سینه میزنی. واسه امواتت. سگ مصب بیانصاف. شنفتم امشب سفره داریم. آره مینا واسه عبدالله خان. حواست جمع عبدالله خان باشه. نگرش دار. نظر پر بخوره. اون دستش خوب تو کیسش میره. عباس پرو هم شنفتی؟ من عباس چیا خانم میگم جفتش درستی. واسه این به هم میگن عباس پرو. چون رو کم میکنم. اما چرا به هم میگن عباس چاخان نمیدونم. چاخان تو ذات ما نی. اونایی که به هم میگن عباس چاخان واسه هم هفت داره بردن. چاخانی دیگه. مگه به منیژه نگفتی واسه یه گوشواره طلا میخری؟ مگه پوری نگفتی تو درکی یه باغ داری که یه سرش درک است یه سرش شابدالعظیمه؟ مگه به من نگفتی یه خونه داری لب جاده که آب دریا تا زیر تخت خوابش میره؟ مگه نگفتی منو با خودت از جاده ترکیه میبری آلمان؟ مگه نگفتی یه روز منو میبری بازار طلا فروش و یه دستم واسم میخری؟ خودت گفتی دیگه. من گفتم فهمیدم. واسه تو هم میخرم، واسه تو هم میخرم، واسه خودم هم میخرم. اصلا واسه همه میخرم. آره. وقت میام باقم میبرم. من اصلا میدونی من دست بخریدم خیلی خوبه. اینقدر ریخت و پاچ نکن. اول بدهی تو به ما بده، بعد اگه چیزی تشمون فضل بخشش بفرمایید. آره. اما من هیچ یادم نمیاد که به تو بده کار باشم معدلکی. لابد اینا مال تو نیست. هیچی هست. هیچی. 2 متر و نیمش واسه خالت یه چادر میشه. عکس چکت دیگه پر رو. چک من؟ آره چکش که چک منه. درسته. امضاش هم درسته. خب چی شده؟ هیچی. چک خودت هست یا نه؟ آره چک منه. مبلغش هم که درسته. خط خوردگی هم نره که بخواد تصدیق امضاش کنم. خب پس چی شده؟ فقط بانک اخ نکرد. عجب خریه. واسه چه اومده سراغ من؟ برو یخ بانکو بگی. اون پول نده به من چه؟ الان خودم پولت میکنم. من تو زراد خونه داری؟ نفر به یه نفر. عباس خودمون رو نگفتم اینجا. بیاین بچه ها باید ببینم لاچه چه رو نیفت. عباس خودش برو بینم. نبود من لطه اینم آخره. بشه عباس آقا بلش کن. علیکم آقا عبدالله. سلام علیکم. بابا دست خور. ناسلامتی ما تو رو سفره دعوت کردیم. اومده بودیم اینجا یه تبنده کنیم. این عوضی ها خوردم به پست ما. مگه خونه بچه یتیم میخواستی بری؟ راه بیا بریم بچه ها منتظرتن. یالا عباس چاخان دستبند منو کی میخری؟ میخرم. من دست بخریدم خیلی خوبه. میخرم واسه نکنه اونم مثل قضیه باغ درکه و گوشواره پوریه. خانم میری تو پول آبجوهای من حساب کن. من دستبنده واسه میخرم. آلمانم میبرم در جاده ترکیه با سیواس و عباس تو خواهر رفتی میگیرمه.
اگه نگرفتمت آلمانه خوبی؟ نه جونه تو گرفتار اینم میان چه قربونت برم من بده من لب آمان اشرفی صندوقای پرتقالی که واسه مینا فرستادم دستتون درد نکنه چه پرتقالای خوبی خیانه هفته دیگه که رفتم تا 4 تا صندوق دیگه واسه تو میفرستم دکونه کمپلی گرمی داره بریم باید وای نفسی سر بیایم بالا عرض بخوایم قمیش میاد بچه من با اومدم عباس چیه اومدم سب کن بجام یک کرد بس زیر لحاف اما بیا دیگه اومدم آره کجا چی؟ آره عباسه آره براتونی قربون تو پلمکی مامان اشرفی عباس که میگفتم اینه باز ما کار میکنم خوش اومدی آره عباس منم راننده معروف منم یک تازه میدون ببینم شما قضیه منو داشای رحیم کنچه رو واسه مامان گفتی بچه ها میدونم واسه مامان اشرفی بگو آره همه تون گوشتون با من باشه میدونی اونا 3 تا بودن و من یکی ما اومدیم و با هم دیگه ناپریزی کردیم همیشه ما میریم سر پل جوادیه یعنی سر پل تجریش آره اونجا به بستنی میخوریم بعد یهو یکیتون یکی زیاد گفت اون داشت گندهه که تو میشناسی یعنی تو نمیشناسی من گفتم تو گندهه با آره بعد اومدیم که به بستنی بخوریم ناکت بی حرمت پشت به ما پاشو هوا کرد و زد خلاصه خودتون میدونی چه کار کرد آره خلاصه یکی اون بگو یکی ما بگو بری صد داره خونده بری بعد خلاصه یکی اون بگو یکی ما بگو یک کف گرتی من زدم به اون یعنی اون زد به من آره بعد من سکندری خوردم تو بینو از شانس بعد پاسبونه سر رسید خلاصه هر 6 7 8 نفری بوده با بابار کلانتری آره کلانتری اما من واسه خدا جیجی میشم واسه مامان بگو من میدونم آره بابا گوش کن یا شاسین همگی مرد مثل تصویر مقصود شوی میمونه هر چی دست به دست میگرده جون اکبر بهتر بعد این داشتای ناکس قدیم و ندیم با ما دشمن بودن سر آتیشون ببین عباس جون تو به درد بنفشه من میخوری آره بابا من به دردش میخورم اما کو این طرف تو اتاق خودشه تو اتاقشه واس چی؟ برم اونجا آره چرا اونجا ببینم ما ماله آجوریه آره ما به درد هم دیگه میخوریم ماله نه من یه پا مال خرم علی کدت خورده دیشب کی زدته خدا زده بساط جمع میکنم میرم تا خوره بره قربون دسته بدش من آره بیا او انگورم به ما بده انگور بده انگور میخوام او پپسی میده او قربون دسته خیلی ممنون شما خیلی خوب تو مر دیگه من نمیده قربون تو جنس ما داره جور میشه الان میرم خارج آره نوکره آره یه کاری میکنه بیا الهی قربون عباس برو دیگه من آقایون همه تون بخوره به سلامتی مینا داغ دارم نوبر بار آوردم داغ یه فال میدم یه مات کجایی یارو کجایی اتاقت کجا
مارانی من داد بردم یه فال میدم یه ماچ عشقیه گیرتویه بگی بخوام من وقتی آواز میخونم زبونم نمیگیره اما همینجوری پاری وقتای گیر میکنه. سلامتی. اسم چیه؟ عباس. فایده نره اما توم خیلی خوبه تو نمیری. پرملاته. سلامتی. سلامتی. فدا. بزن عباس آقا کمک لازم داری؟ فلفل با قشون بیا. مردا اگه صلات ظهر به من بگن روزه ها دیگه باور نمیکنم. چرا؟ واسه چی باور نمیکنی؟ عباس بهم دروغ گفتن. تو نمیری؟ من دروغ خیلی بدم میاد. این چند ملاته. میرم سر خوردی؟ آخ چه جورم دیگه دلم داره میترکه. من سوات مواد زیاد دارم. بگو چه مرگتش شاید یه فکری واسط بکنم. تقصیر اینه. این؟ آره همه بختی من از وقتی شروع شد که چشم به این عکس افتاد. اولش تو اتاق اشرف بلنده بود. منظره با صفایی هم جون میره باز دوا خوری. من نه. آره وقتی این عکس رو دیدم دلم هوای 2 تا اتاق کرد و یه مرد که مال خودم باشه. چیزی که تو شرط زیاده اتاقه. آره اما چیزی که کمه مرده. آب؟ چه آبی؟ وقتی لای سرزه ها میدو بابا انگار یه ردیف الماسه که تو زمرد کار گشته باشه. بوی درختای حقاقیش آدمو خول میکنه. بلبلا و سسکاش که میخونه همه قریب غربا یاد کسب و کارهای خودشون میافتن. نه گفتنیه. خلاصه حسرت یه مسخال هواش تو این خیابونای گازوئیلی به دل آدمی زاد میمونه. اینقدر خوبه. حتی بچه شهر نیستی. دشمنت بچه شهره. حالا تو باغ درکتون کیا هستن؟ یه باغمونم که فقط همین. اصلا میخوام باغو برفروشمش و 2 تا اتاق واسط بگیرم. نه برفروشم نفروشم اصلا 2 تا اتاق خودم واسط میگیرم. اشرف بلنده الان بچه دارم شک نکن دروغ تو ذات ما نیست. به مرگ مادرم قول ما قول زن. دروغ تو ذات ما نیست. تو هم خونه دار میشی هم بچه دار پاش بیا. پاشو بیا انقدر خوبه تو که نمیدونی پاش بیا. حساب کن رختاتم درارم که با من حساب بی حساب شی. انقدر خوبه. بایستا
جون اینه بار فتن میمونه نه غمر که من بذار شلوارتو چه زده تو دامنتو در رفت دامن اصل کار دامنه به مرگ مادرم جایی دیدی سه قلو بچه دار شدی آخه ما فامیلا سه قلو پس اندازی نه من سه قلو میزاییدم همه میمردم اما من ناکس تکی در اومدم و موندگار شدم قضا خوبه؟ آخه که چی میشه شینده زرزر میکنی با این مشقون خوراج پراجت؟ اکه این هوای لاکه دارن که دست فردار نیست مرتب داره شر میباره تو قضیه من رو داشتای رحیم خونچه رو میدونی؟ نمیدونی؟ همه دنیا میدونم من 3 تا بودم اونا یکی من 1 بودم اونا 3 تا زدم بازی من بنفشه است بنفشه اسم خواهیدم ببین ها اومدم به جو من بازو این هوا گردم گوشت نگاه از اون تو این کاوپوشه ماشالله تاق چی؟ تاق یکی از 2 تا اتاقا دلم میخواد رو تاقش یه ماهی گونده نقاشی شده باشه ماهی؟ خیلی دوست دارم رو تاق و اتاق خوابم یه ماهی باشه تارا چند تا تاق دیدی که روش ماهی باشه؟ هیچ خیلی خوب خودم رو تاقشم یه ماهی وسط میکشم به به چه بارون چه هوایی چه شفایی حش کرد به به چه آهنگی واقعا حش کردم بنازم به اون پنجه آخه یادت بخیر اشرف بلنده بله عباسو ندیدی ماما؟ باز شروع شد. دختره چارش نمیشه. اونایی که آدم حسابی بودن واسه چیکار کردن که این بکنه؟ واه مگه اون چشه؟ بهش بگو اون کیه عبدالله خان؟ سربر همتونه شوفر ما الانم تو کوه کمر داره میگازه
دوستان بهش میگن عباس آقا پررو. جاشم تو گاراژ خودم پایین سرای سیروسه. پسر خوبیه، فقط یه روده راست تو شکمش نیست. ناز داره آتیش با آتیش دروغ بگه. بهش میگن عباس آقا چاخان، فقط اسم خودش راست میگه. اونم تازه باز از ثبت احوال پرسید راست میگه یا دروغ. شما میدونین کجا میتونم عباسو پیدا کنم؟ بهش میگن عباس چاخان. من با زنا حرف نمیزنم. آی مرتضی ببین چی میخواد. به نظرم با عباس چاخان کار داره. کی میخواد شب راست عباس آقای ما رو بدونه؟ شما میدونین اون کجاست؟ عقب کامیون خوابیده. واه نه صبر کن بابا، چاخان کردم. چی کارش داریم؟ من بنفشم، خیلی کار واجبیش دارم. پس بنفشه شما این؟ خوشوقتم. عباس از شما خیلی واسم گفته. بفرمایید تو بالا خونه تا واسهتون بگم اون کجاست. بفرمایید. اما داشت‌های ناکس رحیم خونچه 4 تا بودن و من یکی. با چه بزنی جنس ها رو عددشون در آوردم خدا میدونه. کتل و کمر روندم و جنس ها رو بردم تای خط. اما تازه خطی تای خط بود. جنس لا رفته بود و رو دست خورده تو زندون. ما دیدیم. آره همیشه همینطوره. تو این کار لامصب آدم تا میخواد راستوریست بشه یه جای کشتیش سوراخه. سولاخی که شطور با بارش توش رد میشه. این حواس سولاخ. 9 سال من و قلم زنجیل با هم جنس بردیم. آبادان اهواز تهرون، بوشهر شیراز، خط ما بود. اما آخرش چی؟ من ابد گرفتم. علوم نامردم با سهم من داره یکی واسه من یکی واسه خودم بازی میکنه. اون الانه آب تو دلش تکون نمیخوره. آخه میدونه تو ابدی شدی. آره اما ما تو این کار خط و قانون داریم. مینا خب معلومه دیگه. تو این کار که کیت نمیتونه به شریکش نارا بزنه. میدونی داشتم اگه اسم آدم دنبالش خیتی باشه و جنس به جنس، قرار بی قرار، خط بی خط، این دیگه تکلیف اون داشتی بی غیرت همه. اون باس بره دنبال قلم زنجیل و حق منو بگیره. اما لچک سرش بسته و خونه نشین شده. بد مروت اقلا ملاقاتی ما هم نمیاد. ببینم حقت چقدر بوده؟ 50,000 تومان. نصف من نصف اون. اما ناکس من اون لو داد و جنسا رو از بیراه برد تا خط و حق گره. تو جنوب
جور دیگه میگن. ببخشین احمد آقا، اون ورم میگن شما خواستین لو بدین، اونا میندونه تو بچه. آره تو جنوب حرف اونه، اما غلطی فرمایش کردن. قضیه همونی که من گفتم. عباس حاج ابراهیم ملاقاتی داریم. باشو معطل نکن. باشو. گمونم غلام زنجیله اومده حقتو بده، من واسط بیارم تو، خودش خجالت بکشه بده به خودت. جزیم بند شبم آزاد من انشالله. بگو انشالله هفته بعد پیشتونم، بگو ای بلا. واسه چی اومد اینجا؟ منو چجوری پیدا کردی؟ باغبون باغ درکتون پرسیدم. باغبونه پاک آبرو ما رو با ببینم اون بهت گفت که ما این تو این. آره بسی دیگه، چرا اینقدر چاخام میکنی؟ من که میدونم 2500 تومن بدهکار بودی آوردنت اینجا. کی چاخام میکنن؟ دشمنت چاخام میکنن؟ آخه من که تو چیزی نخواسته بودم. دیدی تو چاخام میکنی؟ چطوره چیزی نخواستی؟ تو هم من 2 تا اتاق خواسته که رو تاق و اتاقا بهش عکس یک ماهی باشه. ما چه گفتیم نوکرتیم. داخل دروغ گفتی دیگه. میخوای به سند داریم که ما نوکرتیم، میخوای استشهاد محلی درست بکنیم، شادی سرکارم زیرش امضا کنه. من اینت سرکار وقت داره تموم میشه. چاخا نکن سرکار. خلاص شم خونه دارت میکنم، 2 تا اتاق واسط میگیرم، تو بمیری اینو راست میگم. خب بعد من معلومه دیگه، آب تو به سرت میریزم و عقدت میکنم. بگو مرگ مادرم. مرگ آخه من که مادر ندارم. من خلاصت میکنم. قربون تو. من میدونم چقدر بدهکاری، اما الهی اگه بازم بهم دروغ گفته باشی یا جفت چشات کور شه. الهی بری زیر یکی از اون کامیون گنده ها و ولوش. الهی اگه دروغ بگی. الهی چی؟ اگه دروغ بگی تو رو خدا اینقدر بهم دروغ نگو. تو بمیری دروغ تو ذات ما نی. خب حالا کی خلاصم میکنی؟ همین فردا. وقت تموم شد. تو هم وقت گیر آوردی سرکار. وقت تموم شد. ببین بنفشه، منو تو چش انتظاری نکاری بری حاجی مکه با حمید. آره بایی چاخار نکنی. واسه چروک شدی؟ این زنه بنفشه. نه بی خیالش. تو نمیشناسیش. طفلی خاطرخواهی ما شده، اومده بود ملاقاتی، گفت میخواد بدهی ما رو بده و خلاصمون کنه. همین فردا. چقدر زبونم گیر میکنه. با اتود کرده. چرا چروک شدی؟ نمیدونم. یارو خیلی حالوه. تو نمیری. آدم دلش میچوزه واسش چاخان کنه. میزنی؟ چرا؟ اونم زنی با حالو خودتی داره رنگت میکنه. خودتو فوری سنبته بکش. بر نمیداره. خلاصه ای خلاص شدی نشونی داشتم بهت میدم، برو سراغش. بهش بگو بره سراغ قلوم زنجیل و 25,000 تومن حق ما رو ازش بگیره. بگو نذاره بگن داشتای احمد بیدق بی غیرتن. بهش بگو نصف من نصف اون. بهش بگو از پف نم زدن نون کسی چرب نمیشه. کم و زیاد کارم بهت میگم. بهش بگو اسم نشونی ها رو، واسطه ها رو، دوز و کلک کارو.
ذات داشای رحیم خونچه. خلاصه میکنم وقتی این اسم رو بدونی ها مثل اینه که شیشه عمر قلوم دستت باشه، لای پنبه میذارتت که نشکنی. معد آقا، شده معد آقا داره میادش. بنفشه رو میگم، داره میادش اینجا. از صبح دنبالش بودم، رفت زنده ملاقات یارو، حالا هم داره میاد اینجا. عمر خلوت کنی چرا؟ اسمون در نه، ادر پشتمون برو. محمد آقا، محمد آقا، محمد آقا. کیه؟ منم بنفشه، کارت دارم. واسه چی اومده اینجا؟ سلام. سلام. چی میخوای؟ پول لازم دارم. پول؟ آره. واسه چی؟ واه واه، بابتش انگوش میزنم. صدقه که نمیخوام. نگفتم بابت چی، پرسیدم واسه چی. مگه من رفیق شخصیتم که ازم بازخواست میکنی؟ خب پولتو پس میدم. نمیدیم به درک، تخمشو ملخ نخورده. اینقدر کسا هستن جونم. میگه بشین و تمرگ. چقدر میخوای؟ 2500 تومن. نه 2700 تومن. خیلی خوب بهت میدم، اما باز هر وقتم که پولمو خواستم باز پس بدی. این حکم کاره، فهمیدی یا نه؟ چی شد؟ خب میدم. بیا انگوش بزن. باز یه سریم به خالم بزنم، یه خودم کار دارم. تو برو، من شب میام سراغت. باز میخوای قالم بذاری؟ میخوای بری و دیگه بر نگردی؟ بازم داری واسه من چاخان میکنی؟ به مرگ مادرم اگه چاخان تو ذات ما باشه. تو که گفتی من مادر ندارم، حالا چطور شد مادردار شدی؟ نه، به مرگ خودم چاخان نمیکنم. اگه چاخان بکنم خدا منو بخونم زیر ماشین. تو که مادرت مرده بود. ببین تو رو خدا به من دروغ نگو. اگه بخوای نیای من کاریت ندارم، برو پی کارت. فقط به هم دروغ نگو. من حتما میام، همچی که تاریکی افتاد تو شهر میام سراغت. بگو تو بمیری. تو بمیری میام، همین بغلا نگهد آقا عجب خریه، میام دیگه. آخه اگه نیای چی؟ من که نمیتونم تو کوچه خیابونا دنبال تو سگ رو این بمیره میام. خیلی خوب یواش. قد خیالی. خدافظ. برو جلو تو بپا. آخه چرا نمیشه مگه آخه اولمون این حرفا چیه؟ بیا خوشگل من، بیا ما گرگ بارون دیده. تو اون هفته اینجا بودی، امروز خب اون مال اون هفته.
باشه. خدا مرگم بده عباس اومد. بلند شو از این اتاق برو بیرون. اگه بیاد تو رو پلو من ببینه قیامت باشه. باز که این در عین دروازه بازه. ناش گوشه دلم. سلام علیکم. باز که این برا پیدا شده. جیگولم که کردی؟ ببین دور خاله ما و خونه خاله ما رو خیط بکش. تو نمیری این لقمه نه عقدی اجلوت پایین میره نه سیره. خفت میکنم. آدم واسه چاق سلامتی هم نمیتونه بیاد اینجا. نه بابا زمج شک. خیالش ما حالوییم. ما خودمون یه خونه خاله برویم. باز میشدی خورده. خاله ای خواهر مادر من. خدا میدونه چقدر فکر و خیال کردم. این دل من که از دست تو مس شده. خاله به قربونت بره الهی. خدا نکن. باز که بو حبس میدی. حبس چیه؟ بوشهر بودم. کار داشتم. اونجا با یه قاچاق چه طرف بودم. چرت گفته بود. منم رفته بودم پرت جوابشو بدم. تو نمیدی خاله ترس چشات قد آلو زرد شده بود. باز که تو دنبال این کارایی خاله. آخرش کار دست خودت میدی یا چرا ول نمی کنی اینا رو؟ کیا رو؟ چه میدونم. همین آشغال پاشغالایی که گفتی. این آدمای ناجور و نابابو میگم. اینا رو میگی؟ فهمیدم. حالا بعدم واسات میگم. خاله خستگی دارم. میمیرم. الهی خالت بده. خاله یه خود ماچاز بده. ماچاز دیگه چی؟ ماچاز دیگه وای الهی دورت بگردم خاله. بگو مشتمال دیگه. مجبوری قلم به سلام به بلغور کنی. خاله یه خودم سرمو بجور. وای تو هر وقت پول گرفتی همینو گفتی. خاله تو نمیری پست میدم. اگه خوشقول باشی وقتی پول میگیری صاف میای پسم میدی. دفعه بعدم منم با رضا و رغبت بهت میدم. بیشترم بهت میدم. آره تو راست میگی خاله. بیا این 20 تومنی که دفعه آخر ازت گرفتم میخوام خوش حساب باشم. آره خاله آره. این دنیای شلوغ و پلوغ گازوئیلیا به یه فوت باد بنده. تو چه نمیدونی دنیا چه خرطو خریه. تو نمیری من روزنامه ها رو زیاد میخونم. آره خاله این فرنگی ها یه چیزی درست کردن که ولش میکنن قیش میره رو هوا. بعد هم از اون پایین یه کارایی میکنن. یعنی یه چیزی میکنن توش هر جا عشقشون بکشه میشینه. بعدم دخل همه رو میاره. خیلی هم گنده است. آره شاید یکیشم واسط خریدم. حتما هم میخرم. چرا نخرم؟ تو خالمی باز بخرم. آره ببینم چنده. دیرم شد خاله جون. دیرم شد. خب خاله ما که حالا خوش حساب شدیم میشه که یه 50 تومنی به ما قرض بدی؟ حالا دیدی خاله من که خوش حسابم قربون تو خاله برم. باز خرم دورتون. بیا اینم یه 50 تومنی. نوکرتم گوش کن خاله. این قلام بذارم اینجا دیگه راش نده. فهمیدی؟ این مردی که سر پیری به موهاش روغن میزنه. اونم روغن که پرچک. قاسم آقا یه نفر اومده کارت داره. داشت پیغام آورده. اش بگو بیاد بالا. یا الله. سلام علیک. سلام علیک. بفرما. زنده بودی؟ آره این مادر زنم با ما مثل خربوزه و عسل میمونه. تو هر جا ما دوتا باشیم کار اونجا تمومه. 2 ماه پیشم زیر پای زنم نشست و اونم رفت میریاشو گذاشت اجرا. مارم گرفتن و انداختن اون تو. خب داشتم چطوره؟ خیته واسط
پیغام داد که بری آبادان و حقش از غلام زنجیری بگیری. گفت تو دل و جیگرش تو داری. نه ندارم. یه مرد این حرفو نمیزنه. دور برات نگاه کن. من 3 تا بچه دارم، زن دارم. یه وقتی سرم واسه این چیزا درد میکرد، اما حالا خبر بهم برسه یکی از این طول استقا سرما خوره تا شارگم تیر میکشه. اون 6 سال اون توه، بیرون خبر نداره. پاپا تو نمیری آبادان 25,000 تومن حق داشت تو بگیری؟ نه 25 میلیونم باشه نمیرم. من نه غلام زنجیر رو میشناسم نه دیدمش، کاریم به این کارا ندارم. برو به دارگو، خودت عبد کردی بسه، دست از سر ما وردار، باز یه نفس راحت بکشیم. من بهش بگم داداش بی داداش. آره همینو بهش بگو. باش آره همینو بهش میگم. مثل این که میخواد برف بیاد، مواظب باش بچه ها سرما نخورن. برو برش دار. بله اینجا بفرمایید. 2 تا کوفته وردار بیار اینجا با یه چتولم بالزان کشمش بیار. بجام ما باز برم روی در کم کنم، اگه نرم اون وقت میگن جیگرشون نداشت بیاد. اینایی که میگی کیان؟ میشه ما هم بدونیم؟ ماما تو فوزوری برو کلاتو بردار. شوخی هم باش نمیشه کرد.
سلام. عجب هوا سرده با. دیدی برگشتم. تو نمیری راست میگم. اومدم که اومدنی هم کردم. واسه خبرهای خیلی خوب دارم. دو تا اتاقی که خواسته بودی داره جور میشه. دو تا اتاق ناب. تموم شهر رو زدم زیر پا با 2 تا اتاق گیر آوردم. مثل ما عروس تموم اتاقا. ببینم چته؟ گریه میکنه. من هیچ وقت نمیدونم تو کی راست میگی کی دروغ. نه خدا بیامرزم هم ندونست. وقت مردنش دستمو گرفت و گفت عباس بگو ارواح خاک آقام هر پنجشنبه به پنجشنبه میای سر غربم و واسه هم فاتحه میخونی. منم گفتم خیلی خوب نه ارواح خاک آقام هر پنجشنبه به پنجشنبه میام و واسه فاتحه میخونم. بعد یهو ننم همینطوری نگاه کرد و گفت خوابه چاقا نکن. بعد اون خدا بیامرز چونه انداخت. تو نمیری 2-3 ماه یه خط در میون هر پنجشنبه به پنجشنبه رفتم سر قبرش و واسهش خدا بیامرزی تلبیدم. اصلا نمیدونم چی من واسه اینقدر راست بگم. وقتی یادم میاد تو خونه ما همه به هم دیگه دروغ میگفتن. خیلی هم خوش میزگشت. تو نمیری والا مرگ مادرم. بی خوشگله اینقدر حق نکن. دلم میخواد یه پیرم واسه خودت بدوزی که دور آستینشو دور یقش مغزی توری داشته باشه. اینه اون مال ننم، اینه اون مال خانوما. غذا خوبه جون خنده دیدی بالاخره خندوندمت. نه بچسبم جون غذا خوبه. صبح من میرم جنوب. یه پولیه که باز بگیرم. اگه تو 5 روز برنگشتم عباس چخان بی عباس چخان. اما اگه برگشتم 2 تا اتاق سخت مایدار رو من بقیه قضایا رو واسه جور میکنم. عباس بمیره راست میگم. آخه دیگه هیچی نگو. واسه خاطر تو باز با یه قوشون طرف سنجون داشای رنگ کنچه رو که گفتم واسه چه قصه باشیم گفتم یه هم آره گفتم به هر شوفری اسم غلام زنجیره بگم منو صاف میبره پلوش. خودت میدونی اگه غلام زنجیر گفت اینی که اسما رو میدونست چی نیاوردش پیش ما اون وقت چی جوابشو میدی؟ واسهش نون داره. تو نمیری جون تو.
من همه رو میشناسم، اسما رو میدونم. خلیل خان، سال شوله، دودای کوسته و واسطه و بقیه قضایی رو. من جنیقا رو با اجازه. غریبی باز چی؟ من شما به غریبه ها جنس نمیدین؟ آخه غریبه ها بعضی وقتا تون نمیدن. غریبه هم نیستم. من طرف احمد بیرق اومدم. تو مراجش. من بچه ها رو چند تایشون رو میشناسم. خلیل و دای کوسته و سال شولت و واسطه و خود غلام زنجی رو ببینم کی رمز شناسایی غلام زنجی رو میدونه؟ کجا؟ جواب؟ بعدم میفهمی. فعلا رفیق خلیل و دای کوسته و سال شولت و غلام زنجی رو نباز معطل بذارم. بله سرایت کرد. ببین بهش بگو داشت احمد بیرق اومده. هی ببین یارو ادامم درار تو نمیری خیلی بهت میاد. جای دوست و دشمنم نشونش بده. هنگ خودته. کارم داشتی من لبه رود خونم. یارو چش بود. آمپرش کم و زیاد میکرد. نمیشناسی. قاچاقی هم دید نزن. بچه حسن آبادم نوه مشرز یخ فروش. میگم که شما قضیه منو داشای ناچس رحیم خان رو نشنفتین؟ نه ولک. چطور نه ولک؟ همه میدونم ولک. اونا 4-5 تا بودن و من یکی. دم چارای دولا حسن آباد بود. تو خیلی ناشی هستی پسر جون. باره من تا تو یه چشم هم زدم 500 تا واسه بگیرم. نه هم نمیتونی بگیرم.
پاشو بیا. اسمایی که میدونی کارت دارم. من قاعده 2000 تا ماهی گرفتم، همرم ریختم تو آب. خیلی دلم سوخت. تو کجایی؟ بالاخره کی رمز شناسایی غلام زنجی رو به ما میگه؟ خودم بهت میگم. گفتم که میگی. کجایی؟ ای یارو زنجیرتو پاره کن ببینی من. من داشت کوچکه احمد بیدقم تو حق داشتم و بهش بدهکاری واس خاطر تو داشتم حبسی میکشه حقش باز برسن. هیچ به تو نمیاد داشت احمد باشی. اون جیگرشو نداشت تنهایی دست به آب بره. اول بگم من زبونم بچگی پاری وقتا گیر میکنه. یه وقت خیال نکنی واس خاطر تو و باورت بشه. ازت ترسیدم اومدم حقشو بگیرم. چه اومدی حقشو بگیری؟ و بگیر. تو داشتی؟ خوابیدی شب درازه. چطوره؟ ما بچه ترونه داشتی؟ برو مردی او آهنو بنداز.
سعدی میکی بسته دیگه خونه تو اگه بریزه ناحقه تو عمرم حق کسی رو ناحق نکردم حق دعاشتم میدم اما از اون نامردتر تو روزگار نیدم ما با اسممون زندگی میکنیم یادت باشه هر جا رفتی بگی این طرف ما اینقدر مردی داریم که سهم نامردارم میدیم اینم ببر زندون بده دعاشت باش خیار پوست بکنه آخه مال خودشه جا گشته بود تو پشت ما اینم 25,000 تومن سهم اون نامرد ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم هر جا که پا میذارم تو رو اونجا میبینم یادم چشمای تو پر درد و غصه بود قصه غربت تو قد 100 تا قصه بود یاد تو هر جا که هستم با منه داره عمر من آتیش میزنه تو برام خورشید بودی توی این دنیای سر گونه های خیسم و دستای تو پاک میکرد حالا اون دستا کجاست اون 2 تا دستای خوب چرا بی صدا شده لب قصه های خوب من که باور ندارم اون همه خاطر مرد عاشق آسمونا پشت یک پنجره مرد آسمون سنگی شده خدا انگار خوابیده انگار از اون بالاها گریه هامون ندیده یاد تو هر جا که هستم با منه داره عمر من آتیش میزنه یاد تو هر جا که هستم با منه داره عمر منو آقای گل بلبل چاکرم کجایی با چند روز پیدا نی سلام اما سقا این چه ریختیه مال خورته اما سقا چند دفعه خالت فرستاده دنباله بی خود کرده اون بی من با اون یارو غلامرضا خوشتره حالا نمیاد یه سری میگه خونه مامان اشرفی به بنفشه میگه عباس آقا برگشته 2 تا اتاقم واسط گرفته خلاصش واسش قسم مستم زیاد بخور تا باور کنه بگو فلانی گفت اسباباتو جمع کن تا چشم بذاره خدمت میرسن قربون تو شاگرد تیز
در به در داشتم دنبالت میگشتم مرگ تو. خیر ایشالله. این ماشین بنز تو یه امروز و یه فردا میخوام. همین فدای معرفته. عباس این یارو بنفشه پاک زلیلت شده تو نمیری. ما هم واسه سنگ تموم گذاشتیم. حواست به این محمد دشنه باشه، واسه خط نشون کشیده ناکه. بلش بلش. خب چه خبر؟ آره آبادان بودم، یه گیری داشتم رفته بودم اونجا گیر رو وا کنم. بفرما. سر شده. اون وقت جات خالی یه شب ناپرزی کردیم و رفت عرق خوری. تو کافه یه دفعه دیدم تو میز بغل 4 تا هیکل میزون زل زدم به میز ما. تو هم که خودت میدونی ما سرمون درد میکنه واسه دعوا. تو نمیری به جون تو نفرشون هیکلا بوجوردی. بل نسبت تو این گاب زبون داشتن این هوا. چه بزنی رو دست روبن هود این فرفره میچرخیدم و مینداختم. ماشاءالله. خلاصه جات خاله این بنفشه خانم. سلام علیک. سلام. پیغوم آوردم واسهتون از عباس آقا. از عباس؟ یا بشه بگو داشتم دق میکردم. بگو ببینم. آره اولندش که به کی قسم هر چی میگم راست. بگو ده. آره دومندش که راستی شما خیلی خوشگلی. حرفتو بزن. آره گفت اساستو جمع کنه منتظر باش، اگرم باور نمیکنی از رضا دلال بپرس. خلاصه به کی قسم 2 تا اتاق واسط گرفته. چشون دستتو چش داریده من راست چطه کجاست؟ واسه من بخچه چام میکنی خبرت کجا؟ به تو هیچ مربوط نی. از کی تا حالا؟ شیخ از من باید چشم رو هم بسرم و کارای تو ندیده بگیرم. واسه چی میزنی بیشترم؟ واسه این که تو برکت از تو کار میبری تو دائم سرت تو کار قاچاق شدنه. من اینجا بمون نیستم، منم میرم همونجور که اشرف بلنده رفت. اشرف بلنده هیچ جا نرفت، از توی خونه رفت زیر چراغی شد بدبخت. چرا میزنی آخه؟ واسه این که بدهکاری صف نداری. زلیل چلایی بشکن اون دسته. تو موندنی هستی گیر من رفتی تا آخر اون دشته به دست پشت سرتم. یارو عباسه داره میادش اینجا مرد آقا. یالا پاشین الان مرد آقا دشنه پرش میکنه. دست زن بزن کی داره
خانمو بفرستم سراغش. لابد با مردا طرف نمیشه. چرا میشه؟ تو مردش باش. وای اوجا خط تو خر شد. معلومه که پاسبانو برسم. میکشمت. ساگه کی باشید؟ کاله بینازه. باشو باشو. نامرد کیو میزنی؟ بلش کن میشه. گلفا افتادی. ولش کن! مردم کشتنش! ولش کن پدر سوخته! ولش کن! ولش کن! جامعه مردم رو کشتی! ولش کن! چی میخوای از جونش؟ پدر سوخته ولش کن! خاک تو سرم کنه! ولش کن! اگه مردی تک جلو. یک کاری زبونت باشه. فلک میگید. فلک. فلک کنه وقتی چیزی چه خبره؟ بدک خانم جفتشون این پولا به ما نمیچسبه. ما دندستن که یه قاز عوض میکنیم. پاشو بریم. اینجا دیگه وای نسیم. تو برو عباس، برو پی کار زندگیت. ما هستیم تا تو خال شی. برو با پول من از زندون در اومده. با پول من داره نفس میکشه. معدقا پولاره. اکش دستتا. معدقا پولاره نگاه. گوش تانه لاش. پا تو کفش اونا در مهد داشته. فهمیدی؟ بریم بچه بذاریم برن. زندگی همین یک غروب نیست. صبح هم داره. برای سراغ رسه دلال ببینین کجا خونه گرفتن. خدا ذلیلش کنه بیشرف. نگاه چی کارت کرده؟ کیس و کارش سیاه پوشش بشن ایشالله. نمیدونی چه خونه نقلی بابا واسه پیدا کردم. جو میده بابا واسه جوجه کشی. تو غرق خونی چجوری میتونی بخندی؟ من که بهت گفتم هرچی کتک بخورم پروتر میشم. تازه اینجا هم زخمی شده. کجات؟ اینجا تو آبادان شو. وای خاک تو سر. آره تیر کرده داشای رنگ کنچه بودن. قضیهش مفصله. واسه میگم آره بریم خونه شب که آدم خونه نو نمیره. ساعت نداره. آره منم تازه داره دردم میگیره. میبرم یه جا که هوای راست و سکه بخوری. خوبه بچسب من اینقدر خوبه. این ماشین خودمه. تازه کمپانی کشتمش بیرون. نگاه چه دلی بهش آویزون کردن. اینو دل خودم خونیه. قربون خودتو دلت برم الهی. کاش اشرف بلنده ما رو میدید. یالا هر شب جفتیم زمستان رفت بهار آمد. آقا پا کشیدیم تو باغچه شیر رشور باران اینجا که آدم یخ میزنه. ببینم خودش عشق داره دیگه. عشق داره. اگه میدونستیم اتاق نداری یا باز تو سرما بخوابیم در را تو قهوه خونه جای خوراک پس لنجر مینداختیم. درسته. بپردازتی چاوپه ها. دردیست دردم با خاطرات جوانی زنده بکنه. خاطرات جوانی تو نمیدی تو قطار تازه فهمیدم خاطر خواهد شده. تازه خاطر خواهیت بعده. بذار یه خونه زندگی واسه درست کنم که حسرت دل همه بشه.
چرا خفه خون گرفتی؟ دلم شور میده. دلت تو همیشه تحقیر ورود داره. وای چقدر تن داغه. عوضش هوا سرده. جان این صدای جیرجیرک ها منو یاد ده میندازه. این یاد اون پسر مشعکفر. صبح به صبح دم خونه ما که میرسید دومید گاوشو میکشید تا گاوه سر و صداش در بیاد و من بفهمم داره میره سر کار. میدونی این جیرجیرک ها خیلی ناکسن. هر جا که شهر و شلوغی میشه و ماشین و کارخونه را میفته و این جیرجیرک ها دست جمعی از اونجا کوچ میکنم میان لب رودخونه ها، تو خم دره ها، تو جنگل ها. خلاصه ناکسا خیلی کس میکنن. کاش که ما هم جیرجیرک بودیم. ما که جیرجیرک هستیم. بده کمکت کنم، بده گرمت کنم. آره خیلی سرد. اله سب کن جان انقدر خوبه. تختیارم دوختم، 6 تام رو بالشتی دوختم، پیرن آسین بلند یقه بستم، با مغزی توری 2 تا دوختم. خلاصه هر کاری گفته بودی کردم. اما نمیدونم چرا دلم شور میزنه. اشرف بلنده میگفت آدم هر چی به ترسه سرش میاد. صبر کن تا اتاقا رو ببینی. از تو کوچه معلومه؟ او چه معلومه، انقدر خوبه. دیدی عقدتم کردم، واسه ننمم این همه کار نکرده بودم. تو نمیری دروغ تو ذات ما نی و باز حرفامو باور کنی. مردم واسم حرف داره بردن که چه خواهی آره میکنن. والا مردم واسات حرف داره بردن. اگه دستم به این مردم برسه بی خود خونه تو کثیف نکنه عباس جون. نمیدونم این همه چاخانکون تو دنیا هست، مردم از جون من چه میخوان؟ مردم ولشون کن. تو رو خدا خونه بگو. خونه؟ آخ چه خونه ای، انقدر خوبه، انگار حرمسرا میمونه. رضا دلال میگفت لنگه این 2 تا اتاق مثل ما تو تموم قاره ایران پیدا نمیشه. اینجا درشه، اینم راروشه، بلند و باریک و تو تاریک. تو این رارو سر تا سر آینه کاری بوده. میگن 400 تا آینه کار خبره شب و روز روش کار میکردن. نما در دوزا اومدن و آینه ها رو کش رفتن. حالا خونه رو نگاه، مثل ماه میمونه. هموم تهرونو بگردی لنگش پیدا نمیشه. حتی بدونی چقدر گرون تموم شد واسم این 2 تا اتاق مثل ما. همه گچبریاش از این سر تا اون سر کار اوست رجب گچبر بوده. میگن جدش به ازدواج ماردوش میرسیده. یه دونه خش تو پیاش مصرف نشده، همش حاجر قزاقیه. انقدر خوبه، از اونجا میره رو بهار خوابش. چه بهار خوابی، جون میده واسه پچه بند زدن. حالا یه موچم بده. 6 ماه دنبال این 2 تا اتاق گشتم. تازه همسایه هم نداریم، فقط صابخونمون اینجاست که اونم رفته شاب فلزیم شمع روشن کنه. میدونم که باورت نمیشه من خونه زندگی دارت کنم، اما به خدا قسم دروغ تو ذات مانی. 2 تا ماهی هم خودم برات کشیدم. چرا مبهوت شدی؟ خوشحالم که مبهوت شدی. تازه اتاقاشو ندیدی، انقدر خوبه.
مگه نه؟ بیا این هم چیلی داشت. بیجی برو تو اتاقا قدم رو برو، هر کاری دلت میخواد بکن. مال خودمونه، مال خودمونه مگه نه؟ قشنگه نه؟ خوشت که میاد. دیگه خونه زندگی دار شدی. تازه فردا باز بریم کلی جنس بخریم که اتاقا رو پر کنیم. آخه مهمون پیمون میاد بده. حالا تو دیگه حسرت اشرف بلنده رو نباید بخوری، اون هر چی بخوای واسط فراهمه. فردا شب شروع میکنیم به جوجه کشی، اتاقا رو پر جوجه میکنیم. غذا خوبه. هرچی هم کم و کسری داشتی واسه خونه کارت نباشه، به خودم بگو. اشرف بلنده رو صبح همون شبی که رفت خلاصش کردم. دارم خلاصت میکنی. بکشش بکشش بیشرف و بکشش. بیا فرود در بچه، نه از بلندش کنه. خفش عباس عباس طاقت نه. ببین همسایه ها پشت دارن. مامانم خوبه. تو نگران من نباش. مواظب باش دوباره بهت زخم نزنه. طاقت نه. بالاخره یکی به داد ما میرسه. اما وقتی که تو از زندون بیای بیرون دیگه چیزی ازت نمیمونه. دکی بازو رو ببین، میبینی من صبح به صبح 500 تا دنبل میگیرم. بابت من خیالاتت راحت باشه. من عیب بکن نیستم دختر. تازه از این تاریخ به جون این طفلی که تو شکمت داری از امروز تصمیم گرفتم دروغو ببوسم بذارم کنار. اصلا از اولش هم دروغ تو ذاتمونه. ساعت 6 صبح، وقت تمومه. خب این شب جمعه هم تموم شد.
گوش کن پسر، اگه تو هم زبونت مثل من میگیره با خودتو راست ریز کنه ببینونا. از وقتی که این بچه به دنیا میاد دیگه دروغ نگی. دکه مگه میشه؟ من پشت دستمو سوزوندم که دیگه دروغ نگم. اگه مو کف دست من دیدی از ما دروغ شنافتی. خب گفتی بالاخره چند وقت دیگه میای بیرون؟ والا 5 سال و 6 ماه دیگه میام بیرون. تازه بخششم شاملش میشه. کارایی کردم که رئیس زندون ازم راضیه. چش رو هم بذاری اومدم این ور میله ها. نه زتا. سرکار شما تازه ای؟ آره اینم تازه است. اینم تازه؟ خوشبختم. بینم شما قدم منو داشتای رنگین خونچه رو شناختی؟ نه. با همه زندون میدونن اونا 7 بودن و من یکی. کلا این هوا بزنی ای که بی تو اونجا میبینم، یادم چشمای تو پر در